4 تا قانون استایل شیک و خاص که هیچ کس بهتون نمیگه. قانون پر و خالی. اگر تو استایلتون پایین تنتون کاور شده و پوشیده هستش، بالا تنتون باید دیده بشه، مثل دست، شکم و سینه و برعکس. قانون 3-3-3 یعنی چی؟ یعنی شما با 3 تا آیتم بالا تنه، 3 تا آیتم پایین تنه، 3 مدل کفش، 27 مدل تیپ میتونین بزنین که خیلی خیلی کار کسایی که نمیدونن باید چی بخرن و چی چیزی رو با چه چیزی بپوشن رو کارشون رو راحت میکنه. قانون 80-20 یعنی 80% اکسسوری و 20% لباس. هرچی اکسسوری توی پوشش ما بیشتر باشه، استایل و پوشش ما شیکتر و خاص‌تر به نظر میرسه. قانون نقطه کانونی. رک بهتون بگم، توی استایل ما فقط یه چیز عجیب و خاص میتونه وجود داشته باشه: کیف عجیب، شلوارای ته‌دار یا اکسسوریای بزرگ. اگر غیر از این باشه، استایل ما یه استایل بی محتوا و بدون اصالت میشه.